سلام بچه های اومدیم ما یه ویدیوی بازی شاتگان. تو این بازی شاتگان رو میریم. سر چی بریم آقای آریا؟ معلومی سر نمیدونم. وایسین یک لحظه فکر کنم. شما توی کامنت ها بگین خوبه؟ آره خب الان بزن بریم. بازی چیه؟ شاتگان. نتم ضعیف شد دیگه، تقصیر من نیست. تیراشو بی نهایت کن. بچه چرا کی کم کرد؟ نمیدونم چرا. شاید الان میخواد که خودم تیر رو بی نهایت کنم براش. هیچی نیست خواهرمه. حالا که خودش میاد میخواد اذیتمون کنه. خب آماده بریم آریا؟ بریم. بچه اگه میخوای استریم بذاریم و کاستوم روم بذاریم یا بذاریم، اگه میخواین لایک سابسکرایب یادتون نره. این همون دکمه سابسکرایب یعنی نوشته سابسکرایب. خب بچه متاسفانه ما یک کمی تازه واردی. البته تازه واردی من از زود نظرم ویدیو خیلی به نظر من همین ویدیوی کالافی خوب نیست. ای خدا بازیش سکون بود. اما چه کسایی اینو دارن؟ حاجی نه خوبم میزنیم انتر. خوبه الان پینگم 66. پینگ 66. وای خدا من. حاجی او میزنه این. آره خب الان ببینید بچه من چند وقتیه که دارم ویدیو ضبط میکنم. چند وقتی که نیست، 2 روزه. واقعا برید ویدیوی دیشب رو ببینید. حاجی بابام نزن. حاجی نم رفت بگم بهش بابام نزن. همش میگی نزن میزنه. حاجی بچه این خیلی بازی شاتگانش خوبه ولی اسنایپ اصلا خوب نیست. اصلا خوب نیست. یک کرونه خوب نیست. تعجب میکنم شاتگان منو برد نمیداره. دیوای 19 و کشیدم بچه ها. به به. واه ریلود. اون نوبت فکر کنم اون نت ضعیف بشه. برقا میره نت میرینه. حالا مثل من شد ولی من نامردی نمی کنم. نگاه کنید رفیق باید اینجوری باشه، اصلا نامردی نکنه. نگاه کنید میبینید چقدر من خوبم، اصلا نمیدونه نمیزنمش. نگاه کنید اصلا نمیزنمش، اصلا هیچ شادی در کار نیست. آها الان نتش خوب شد، بریم برای جونش. حاجی خدا وکیلی خیلی عجیبه. این اتچمنت میدم بهش. خب بچه ها میدم بهش مثل سگادامون، ولی توی اسنایپ اصلا نمیتونه ببره منو. اصلا نتونسته، یک بارم نتونسته منو ببره. ولی شاتگان تونسته منو ببره، ولی نمیدونم برده یا نبرده.
اگه بازم از این ویدیو رو میخواین لایک سابسکرایب یادتون نره. فقط چرا لایک نمیکنید؟ چون که بعداً ویدیو همون بدبخت میگه چیکار کردی؟ حاجی نایف نکن، خیلی نامردی ناریا. ولی یاری خوبه توی آرکاد دراز. خب چند وای 3-9 ریدیم بچه ها. من ریدم. چیکار میکنی؟ حالت خوبه؟ حالش خوب نبود. ولی برعکس انقدری که زود تیر میخواد بخوره. همیشه باید تیر بخوره. این بیغیر 15 نگاه کنید از اینجا. حاجی بمب میدازه. من اگه لفت ندادم انگار واقعا بمب چه چیزیه مثلا نگاه کنید یا نایف میکنه یا بمب میدازه. بعد تیر مثلا یا میبینه من دارم بهش میریسم نایف میکنه یا بمب میدازه. خدا خب بمب میندازه. با دیگه بمب نندازه. غلط میکنه بمب میندازه. با خورده حاجی با بمب منو زد. خدا بکشتت آریا. این کالاف کرد. به خدا منم اگه از این بمبا ننداختم. آها نگاه کنین چقدر بده بمب انداختن. بالاخره درکمون کرد. وای چجوری نزدمش بچه ها، چجوری نزدمش. میدونم این ببینم چجوری بازی کردم با این شفت سگ. حالش خوب نیست. وای نت ضعیف شد. نگاه نت رو بکنیم. من اصلا چجوری ویدیو بگیرم بچه با این نت؟ بهم بگین چجوری ویدیو بگیرم. بعدشم تازه پا شدم مثل سگ. ولش کن. حاجی چقدر منو کشته. وای اسنایپر بگین سر چی بریم. وای چجوری منو نکشت حاجی. میگه بیا دنس بزنیم. وایسا ریلود به خدا میخوام ریلود. عجب دنسی دادم حاجی. بچه ها متاسفانه دست و فکر کنم باختیم. ولی اسنایپر ندیدیم. یکی از فامیلامون اینقدر حرف زد که نگم براتون. اصلا حرفاش تموم نمیشد. میگفت گوه خوردم لطفا ویدیو تو یوتیوب نذار. حاجی من اصلا مولتی شاتگانم خیلی احساس میکنم بده. اصلا بده توی مولتی. کاش که وقتشم زیاد میکردیم. اصلا توی مولتی شاتگان میتونید بگید بهم بسد. ولی اسنایپ خدا وکیلی خوب میزنم. نیستش کم کرده به نظر. وای فکر کنم دوباره میتونیم زد. نه پینگم شست. هر وقتی خدا بوم ننداز نو بسر. کسافت بوم ننداز. چرا بوم میندازه بچه این کسافت خونی
اون میتازه. آها واقعا منم آرزومونه که یه روز استریمر بشم. واقعا آرزو هر کسم هست. چی هیدشات حال کردی؟ نه خدا وکیلی حال کردی هیدشات. واقعا آرزومه من یه استریمر بشم. شما های عزیزم بیاین دونیت کنیم. واقعا لایک ساب بزنیم. حاجی فکر کنم دیگه دارم دستم گرم میشه. خدا وکیلی حاجی داری گرم میشه. وای رفت بیوای پوزه من رو آورد. کثافت. آها زدم. این رنگش خیلی زیباه. بکنید زیبا نیست بچه ها؟ زیبا. این اتن چند میلکشو دادم بهش حال کنه برسه خودش. خدا وکیلی حاجی دارم دستم گرم میشه مثل چی؟ قبول داری؟ داره دستم گرم میشه. های خدا ای خدا. این خیلی ویدیو میگیرم لگ میاره. خیلی عجیبه به نظر من که وای خوب تونست ببره بچه. خدا وکیلی قبول دارین؟ ببینیم چی کار کرده. فقط بوم. هیچ کاری دیگه به جز بوم نتونست کنه. نگاه کنید دوباره بوم. این بگین به هم این میبسگی یا نه. بچه ها این از ویدیو امروزیمون از خدا چی شد؟ نت ضعیف شد؟ آره فکر کنم نمیدونم بچه ها. یا خب آریا جان بازی خوبی بود. این همیشه اینجوریه جواب نمیده اصلا. بازی خوبی بود. تا ویدیوهای بعد. ببینید خداحافظی میکنه. خب بچه ها اگه این ویدیو یا ویدیو قبلی یا همین ویدیو دکا بخوره که برقام رفت چیزه میریم با مهزیار بنک بازی میکنیم. آریا جان برقام رفت. فکر کنم الان نتم بد بشه. شما هم رفت؟ خب بچه ها فعلا خداحافظ. تو هم نمیخوای خداحافظی کنی؟ آریا نمیخوای خداحافظی کنی با بچه ها؟ خداحافظ. لایک سابسکرایب یادتون